عکاسی خانواده معروف چولوف‌ها دولت چولوف هم به دولت اسلامی پیوسته است. دولت چولوف 45 ساله برادر قربان چولوف کماندانی فرانت خلقی در سالهای جنگ شهروندی قبلا با اتهام فرستادن شهروندان تاجیکستان به دولت اسلامی بازداشت شده با پرداخت جریمه آزاد شده بود. دولت چولوف 4 ماه پیش غیب زده بود و گفتمان‌های هم درباره پیوستنش به دولت اسلامی پیدا شده بودند. اینک مقامات نظامی تاجیکستان هم این خبر را تصدیق کردند که او در دولت اسلامی ظهور کرده است. قربان چولوف برادر مشهور دولت چولوف زمان جنگ شهروندی در صفوف فرانت خلقی با غارت و کشتار زیاد و بیرحمانه نام برآورده بود. بعد جنگ شهروندی هم به بی‌ترتیبی‌های زیاد راه داد، اما به سبب آنکه آن وقتا پشتیبان اساسی امام علی رحمان قماندان‌های فرانت خلقی بودند، به همه این بی‌سر و سامانی‌های قماندان‌ها چشم پوشیده می‌شد. بعد کمی جان گرفتن در قدرت امام علی رحمان این گونه گروه‌ها را یک به یک خونسا کرد. خبرهای هم پخش شده بود که او را به دادن زر کشتند. دولت چولوف بعد گلمراد حلیموف نفر دوم از مقامات قدرتی تاجیکستان است که به دولت اسلامی می پیوندد. او در نیروهای مرزبانی هم ادای وظیفه کرده تا رتبه معیاری رسیده است. چندی قبل او به افغانستان هم فرار کرده بود. از روی معلومات اپراتیوی او تصمیم گرفت در ایران از روی معلومات اپراتیوی و هم در اون خط همی شخصی رفته که داخل هسته 100 نفر گفتیم از منطقه هست. یکی مسئله اونه که وای روزی مرده از میده است ما اون معلومات دقیق نداره.